لسبيلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بندگان خدای رحمان کسایی هستند که در اموالشان سهم مشخصی دارند برای هر درمانده و نیازمنده. عزیزان، شما دوستایی را که می‌بینیم که ما اینا را سروی کردیم و خواستیم و بسته های مواد غذایی به اینا تسلیم میشه. فامیلای خانواده های نیازمندی هستند که الله متعال اجر و پاداش بده به عزیزایی که در این روند خیر سهم گرفتن. مثلا برادر از ما فهیم جان از طریق تیک تاک در واقع مبلغ را جمع آوری نمودن که بالغ بر 5,27,000 روپیه میشه و عزیزایی که کمک کردن و فهیم عزیز بالاش اعتبار کردن از اونم سپاسگزار هستیم و انشالله این روند ادامه داره. شما بازم فامیلای نیازمند کمک کنین در ماه مبارک رمضان، مخصوصا که مثلا در این شرایط البته عزیزای ما شد نیاز به دستگیری کمک دارن. با چند تا از عزیزا کوتاه مختصر صحبت میکنیم. چند نفر از فامیل؟ دو نفر. ماشاءالله. تنها شما کار میکردین؟ کار میکردیم از پایم باند. دان چی کار بتبرتان؟ ایشال مشکلاتتان تنظیم حل میکنیم انشالله. یه توکل با خدا کمک کنیم. خدا یک دوای خیر و کل دوستا خارجی وجب دور دورانت کنه بیکاری دومش که بیکاره خوب کنه بیکار دوران افغانستان خلق دیگه کل هموطنان چی داخل کشور چی از بیرون کشور اینمی تقاضا از خداوند پاک دار کلتان خدا خیر باشه. دوستان عزیز سپاسگزار هستیم بازم یک بار دیگه از شما که ما رو به ما کل ارتباطی قبول کردین. این روند ادامه داره. روی صفحات لینک ها مشاهده می‌کنید. شماره تماس در خدمت شما است. شما میتونید با ما تماس بگیرید تا بتونیم در کابل و سایر ولایات افغانستان یک رمضان خوبی را بر هموطنان نیازمند خود برمغان بدیم. السلام علیکم. يا شع المدى ونصير دين